وزیر کشور دقایقی قبل با تأیید خبر وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور در منطقه جلفا در استان آذربایجان شرقی گفت این بالگرد در مسیر برگشت مجبور به فرود سخت می شود. آقای وحیدی افزود گروه‌های مختلف امدادی در حال حرکت به سمت محل حادثه هستند، ولی به علت نامناسب بودن هوا و مه‌آلود بودن رسیدن گروه‌های امدادی زمان می‌برد. وزیر کشور دقایقی قبل با تأیید خبر وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور در منطقه جلفا در استان آذربایجان شرقی گفت این بالگرد در مسیر برگشت مجبور به فرود سخت می شود. آقای وحیدی افزود گروه‌های مختلف امدادی در حال حرکت به سمت محل حادثه هستند، ولی به علت نامناسب بودن هوا و مه‌آلود بودن رسیدن گروه‌های امدادی زمان می‌برد.